بعد از کلی آزمون و خطا به یه روش برنامه‌ریزی رسیدم که اسمش رو گذاشتم برنامه‌ریزی به روش لایف کوچ آکادمی. این برنامه به شما کمک میکنه که قطعاً و 100% به همه برنامه‌های زندگیتون برسید. اینجوری که شما میاد تمام اهداف یک سال آیندهتون رو یادداشت می‌کنید و اونا رو اولویت بندی می‌کنید بر اساس حالا ارزش‌های زندگیتون. حالا میاد کارهای ماه آیندهتون رو بر اساس اهداف سال آیندهتون می‌نویسید و نقطه عطف این برنامه‌ریزی اینه که بهش رسیدم. میاد لیست کوچکترین اقدام ممکن رو با توجه به کارهای ماه آیندهتون می‌نویسید. و بعد از اون یه چالش ماهانه و هفتگی برای خودتون در نظر میگیرید. این برای اینه که شما یه کار خیلی بزرگی رو توی مدت زمانی خیلی کم برای خودتون تعریف کنید و انجامش بدید. چون ماهانه است، چون هفتگی یه فشار زیادی به شما نداره و شما حتما انجامش میدید. حالا مثال براتون بزنم از لیست کوچکترین اقدام‌ها. مثلا من میخوام کتاب خوندن وارد لایف استایل زندگی می‌کنم، می‌نویسم فقط یک صفحه کتاب. میخوام فن بیان بهتری داشته باشم، می‌نویسم که فقط یه دونه تمرین فن بیان روزانه انجام میدم. میخوام خلاق‌تر باشم، میگم روزی فقط یه دونه تمرین خلاقیت. میخوام معلم بهتری برای دانش آموزان بشم، میگم که فقط یه دونه نکته راجع به معلمی بدونم. میخوام که کتابمو بنویسم، میگم روزی فقط یه خط از کتابمو می‌نویسم. میخوام ورزش رو وارد لایف استایلم کنم، میگم فقط یه حرکت ورزشی میزنم. مغز از کارهای بزرگ میترسه. وقتی شما می‌نویسی فقط یه دونه تمرین، فقط یه خط، فقط یه حرکت، فقط یک صفحه، قطعاً انجامش میدید. این آموزش رو بفرستید برای اونایی که توی برنامه‌ریزی خیلی مشکل دارن.